بخش اول گزیده‌های از سخنرانی دکتر جمشید رسا. سمینار انگیزشی نیروی عظیم درونی را فعال کنید. موفقیت و نتایج عالی نصیب کسی می شود که بتواند تمام نیرو و انرژی خود را روی یک کار معین متمرکز کند. اگر می خواهید در یک کار بهترین یعنی نفر اول باشید، پس تمام نیرو و انرژی خود را روی همان کار متمرکز کنید. در یک زمان تنها روی یک کار تمرکز کنید تا بهترین نتیجه را به دست آورید. فراموش نکنید در درون هر کدام ما نیروی عظیم نهفته است. خداوند متعال برای هر کدام ما استعدادها و توانایی‌های ارزانی نموده است. مسئولیت ما این است که استعدادهایمان را شناسایی نموده و از آن استفاده کنیم. حیف است که با استعداد به دنیا بیاییم و بدون این که از استعداد خود استفاده کنیم از دنیا برویم. هیچ انسان بدون استعداد و توانایی نیست، بلکه خداوند متعال هر انسان را با استعداد و توانمند خلق کرده است. مسئولیت انسان این است که استعداد خود را کشف کند و در زندگی از آن استفاده نماید. وقتی شما استعدادهای خود را رشد دهید و شکوفا شوید، شاهد فرصت‌های زیاد در زندگی خواهید بود و به موفقیت‌های چشمگیر دست خواهید یافت. با رشد و شکوفا ساختن استعدادهایتان در زندگی بهترین فرصت‌ها و بزرگترین موفقیت‌ها را به سوی خود جذب کنید. اگر خواهان موفقیت و پیشرفت در زندگی هستید، از امروز روی شخصیت خود کار کنید و استعدادهایتان را رشد دهید. بارهای زیان‌آور و سرکوب کننده را تغییر دهید تا بتوانید در زندگی رشد و پیشرفت نمایید. باورهای بد و منفی مانع از رشد و توسعه فردی می شوند. با داشتن باورهای بد و منفی هرگز نمی توانید رشد یابید و گامی به سوی پیشرفت بردارید. باورهای انسان می تواند دو نوع باشد: یک، باورهای مثبت و نیرو بخش، مانند من توانایی حل مشکلات زندگیم را دارم، من توانایی رشد را دارم، من توانایی پیشرفت را دارم، من توانایی یادگیری را دارم، من توانایی موفق شدن را دارم، من می توانم رشد کنم، من می توانم پیشرفت کنم، من می توانم به هدفم برسم، من می توانم موفق شوم، من می توانم تغییر کنم و بهتر شوم. دو، باورهای منفی و تضعیف کننده، مانند من توانایی حل مشکلات زندگیم را ندارم، من توانایی رشد را ندارم، من توانایی پیشرفت را ندارم، من توانایی یادگیری را ندارم، من توانایی موفق شدن را ندارم، من نمیتوانم رشد کنم، من نمیتوانم پیشرفت کنم، من نمیتوانم به هدفم برسم، من نمیتوانم موفق شوم، من نمیتوانم تغییر کنم و بهتر شوم. از من چیزی ساخته نیست. برای رشد و پیشرفت در زندگی ابتدا باید به اصلاح سازی ذهن و تغییر باورهایمان بپردازیم. تا زمانی که شما با باورهای منفی زندگی کنید، رشد و پیشرفت را تجربه نخواهید کرد. یک باور منفی می تواند فرد را از 100 سال رشد و پیشرفت باز دارد. کسانی که در زندگی رشد و توسعه یافته و با موفقیت رسیدند، عامل آن برخورداری از باورهای مثبت و نیروبخش بوده است. وقتی شما بر این باور باشید که از شما کار ساختن نیست و نمی توانید موفق شوید، معلوم دار است که هیچ وقت برای موفق شدن اقدام و تلاش نخواهید کرد و این باور منفی می تواند شما را تا پایان عمر از رسیدن به موفقیت باز دارد. باورهای منفی و محدود کننده بزرگترین مانع موفقیت و پیشرفت هستند. کشوری که باشندگانش بر این باور باشند که از ما کار ساختن نیست و نمیتوانیم تغییرات ایجاد کنیم، هرگز اوضاع آن کشور بهبود نخواهد یافت و ترقی نخواهد کرد. اگر 100 بار از یک راه بروید، باز هم به همان جا خواهید رسید که قبلا رسیده بودید. بنابراین اگر میخواهید نتایج متفاوت کسب کنید، باید مسیر و شیوه کارتان را تغییر دهید. برای آنکه زندگیتان تغییر کند، باید شیوه کارتان را تغییر دهید. بر عواطف و احساساتتان تسلط داشته باشید. یکی از چیزهای مهمی که باید در زندگی آن را کنترل و مدیریت کنیم، عواطف و احساساتمان است.
عدم تسلط بر عواطف و احساسات می تواند ما را در زندگی دچار مشکلات و دردسرهای زیادی کند و آرامشمان را از بین ببرد.